فعالیت اول در قسمت استفاده از میکروسکوپ تهیه یک سلاید از موی انسان است. برای اجرای این فعالیت ما و شما یک پایه میکروسکوپ ضرورت داریم، سلاید، کور سلاید، موی با دو رنگ مختلف که یک موی خرمایی یک موی سیاه را ما در نظر گرفتم، پنس، قیچی و یک مقدار آب مقطر. روش کار چه قسم است؟ اول ما و شما میگیریم با استفاده از قیچی از مویی که انتخاب کردیم از هر کدامشان به اندازه 1 سانتی متر یک نمونه میگیریم. در مرحله بعدی نمونه هایی را که گرفتیم این میگیریم با استفاده از پنس بالای سلاید قرار میدیم. چه رقم ترجیحاً به شکل یک علامه چلیپا اگه باشه بهتر است که ما شما میتونیم یک تصویر خوبتر ازش داشته باشیم. من موی خرمایی رو میگیرم، بعدش هم موی سیاه را. وقتی این قرار داده شد بالای سلاید یک قطره آب مقطر بالاش میندازم. به خاطر که بهتر واضح‌تر خوبتر ببینیم ما شما. وقتی آب انداختین دوباره میشه نمونه تان تنظیم کنین به اون شکلی که میخواین، یعنی به شکل علامه چلیپا یا علامه جمع اگر باشه. مرحله بعدی چیکار میکنم؟ من کور سلاید بالای نمونه خود قرار میدم با استفاده از پنس و یا میشه با دست خود، اما با یک زاویه 45 درجه اگر بالای نمونه رها کنین راحت تر، چون حباب ها چیز نمیمونه. فعلا سلاید ما آماده است. میگیرم انتقال میده بالای صفحه میکروسکوپ. کوشش کنین قبل از قرار دادن سلاید تخت میکروسکوپ در پایین ترین حالت قرار بدین، در قسمت پایین قرار داشته باشه. گیرای سلاید دور میسازم تا سلاید بتونم اینجا نصب کنم. سلاید ما شما قرار گرفت در موقعیت خود. مرحله بعدی نور میکروسکوپ، یعنی منبع نوریش فعال میسازیم که تا ما شما اینجا نور داشته باشیم. و موضوع دیگه که اینجا مهم است، پیش از اینکه شما توسط عدسه چشمی ببینین سلایدتان در مرکز با حرکت دادن صفحه میکروسکوپ و با حرکت دادن سلاید به شکل دستی تنظیم کنین. وقتی دیدین که نمونه در مرکز قرار گرفته، یعنی جایی که نور میتابه و زیر عدسه ما و شماست، مرحله بعدی کار ما و شما پیدا کردن نمونه توسط عدسه هاست. کوشش کنین نمونه ای را که میبینین اول با کوچکترین بزرگنمایی شروع کنین، یعنی با عدسه ای که بزرگنمایی خیلی زیاد نداره. من عدسه شماره 4 انتخاب میکنم. اما چه رقم وقتی شما میخواین عدسه را انتخاب کنین، صفحه چرخانه عدسه شایع چرخش میتین، عدسه که در موقعیت خود قرار بگیره یک صدا میده، صدایش رو شما میشنوین. فعلا من عدسه با بزرگنمایی 4 انتخاب کردم، میرم نمونه خود زیر میکروسکوپ پیدا میکنم. چه رقم در جریان دیدن نمونه کوشش نکنید چشمتان به عدسه چشمی بچسبانید، در یک فاصله ببینید عدسه تان. بعدش چیکار میکنیم؟ با استفاده از تنظیم کننده های سره که تخت میکروسکوپ حرکت میده اول شروع میکنیم تا مرحله ای که نمونه یک اندازه بر ما و شما زیر میکروسکوپ قابل دید باشه. با محض که نمونه پیدا شد دیگه از تنظیم کننده سره کار نمیگیرین. چیکار میکنین؟ ادامه کار به خاطر شفافیت نمونه با تنظیم کننده های ظریف یا تنظیم کننده های کم ادامه میدین. فعلا من نمونه رو پیدا کردم، شما میبینید زیر میکروسکوپ. اینو به خاطر شفافیت ایجاد شد من از تنظیم کننده های ضعیف کار میگیرم و همچنین یک اندازه سلاید حرکت میتونم تا بتونم نمونه رو کاملا در مرکز قرار بدم. به این شکل فعلا نمونه کاملا به شکل واضح دیده میشه. اگر ما بخوایم عدسه خود تغییر بدم، به خاطر تغییر عدسیه، چون اندازه های عدسیه مختلف است، یعنی عدسیه های دیگه نسبت به این عدسیه درازتره، صفحه میکروسکوپ اول پایین میبرم، یکی از عدسیه های دیگر میگیرم انتخاب میکنم. بازم مثلا با این بزرگنمایی بعدی که بزرگنمایی دست میرم نمونه خود زیر میکروسکوپ پیدا میکنم.
باز هم به محض که نمونه پیدا شد از تنظیم کننده سره کار نمیگیرین، از تنظیم کننده های کوچک به خاطر شفافیت نمونه استفاده میکنید. میشه با تنظیم از این پیج، با حرکت دادن از این پیج نمونه رو کاملا در مرکز قرار بدیم. فعلا شما میبینید که کاملا موها به چه شکل واضح و با اندازه های بسیار بزرگ زیر میکروسکوپ قابل مشاهده است. این هم روش تنظیم یک سلاید از موی انسان.